اگه بدن انسان رو به سرعت مافوق الصوت برسونی میتونی مثل سوپرمن از دیوار عبور کنی. جدی میگم، شوخی نیست. برای آزمایش این نظریه این مرد تصمیم گرفت یه آزمایش مافوق الصوت انجام بده. طول کل مسیر 1640 فوت بود و در انتهای یه دیوار بتونی قرار داشت. متأسفانه هیچ کس حاضر نشد داوطلب بشه، بنابراین مرد از یک آدمک استفاده کرد. کارشناسان میگن اگر مولکول‌های بدن با سرعت بسیار بالا و در فرکانسی برابر با نیروهای مولکولی دیوار به ارتعاش در بیان، میتونه از میان اونا عبور کنن. برای اطمینان از دقت آزمایش مرد از 10 راکت موتور استفاده کرد. هر راکت 5620 پوند نیروی رانش تولید میکرد. این نیروی عظیم کافی بود تا آدمک به سرعتی بیش از 1500 کیلومتر در ساعت برسونه و به سرعت موافق الصوت که مد نظر مایع برسه. واقعا باور کردنی نیست. آدمک با سرعت 1700 کیلومتر در ساعت به سمت دیوار شلیک شد. در لحظه برخورد یه انفجار عظیم از انرژی رخ داد. بعدش هم آدمک به کلی متلاشی شد. انگار اصلا وجود نداشته. واقعا فکر می‌کنی اشتباه کار کجا بود؟